چی است نامت لالا جان؟ میا. میا؟ آه. میا جان. میا جان صنف چند است؟ صنف 8. ماشاءالله تام صنف 8 هستی. اینجا چی میکردی که آمده بودی؟ اینجا اوپر نکنه. چی کردی حالا شما بشکار خالی خالی حال میبری؟ اون جا اوپر نکنه. خب از اون سونی سرک؟ آه. کجا میبری باز؟ خانه. کجاست خانه؟ آن در کوچه خانه روچفره. اینجا چی میگه کول حشمت خان که میگه موجاست؟ دمو میدانی؟ نه چه مال است؟ بلد نیستی؟ نه. خب خیر. خب مستم یک سوال کنم. تو بگو که روزه داری یا نداری راستی؟ نه. حال نام خدا صنف 8 شدی دیگه روزه بگی؟ ها؟ نه. خب تو بگو که یک دو تا سه تا فرضای نماز نام بگی؟ فرضای نماز استاد. آه سه تا رو نام بگی، دو تا رو نام بگی برو. آسان هستی خب. نه بگو دیگه. ندانستی؟ نه. وی خشتو میشه این حالا. آخر جایزه موندی خیر. خیره. خیر یک سوال دیگه میکنم. صحیح است؟ دو تا فرضای وضو نام بگی. وضو که میکنی چی فرض است چی را باید بوشی؟ دست شستن. تا کجا؟ ها؟ تا کجا؟ تا بنده دست. تا بند دست سنت است. فرض چه بود؟ فرض؟ آه. روی شستن. روی ششتن؟ آه. آفرین دیگه. یک تای دیگه را بگو. استنجا زدن. استنجا زدن سنت است. خب برو دیگه تشکر. نشد از موضوع.